رادیو آزادی جزئیات سند را به دست آورد که راه مهاجران تاجیک را به کره جنوبی باز می‌کند. یادداشت تفاهم برای فرستادن کارگران از تاجیکستان به کره 30 اکتبر امسال در دوشنبه امضا شده است. همکارم مولا رجب یوسفی این سند را آموخت و در استودیو همراه ماست. مولا رجب، سوالی که بسیاری ها میپرسند این است که ترتیب رفتن به کره برای مهاجران چگونه است؟ سلام مومن و درود به بینندگان گرامی آزادی. بر اساس یادداشت تفاهم، فرستادن کارگران از تاجیکستان به کره تنها مسئولیت اگنتی تأمینات کار در خارجه، یک نهاد تابع وزارت مهنت است. دیگر یگان مؤسسه حق فرستادن کارگران را به آن کشور ندارد. اگنتی کارگران را که به طلبات کره جوابگو هستند انتخاب می‌کند و پیش از سفر آنها را آموزش می‌دهد. از جمله کارگران در مرکزهای معین زبان کره‌ای را می‌آموزند، چون یک شرط اساسی همین است. رویخط کارگران را وزارت مهنت تاجیکستان ترتیب داده به کره جنوبی می‌فرستد و آنجا هر کارفرما کارمند ضروری خود را انتخاب کرده شرطنامه کاری را روان می‌کند. کارگران پیش از رفتن در تاجیکستان از تشخیص طبی می‌گذرند. بعد رسیدن به کره و قبل از آغاز کار در آنجا هم کارگران را معاینه طبی می‌کنند. اگر کارگر بیماری جدی داشت به تاجیکستان برگردانده می‌شود. نکته دیگر این است که خراجات سفر را خود کارگران پرداخت می‌کنند. حجم پول سفر بعداً معلوم و اعلان می‌شده است. مولا رجب، کدام گروه شخصان از تاجیکستان به کره فرستاده می‌شوند و چه شرط‌های عموماً پیش بینی شده است؟ بر اساس سندی که میان جانب‌ها امضا شده است، تنها شخصان تا 39 ساله به کره فرستاده می‌شوند. آنهایی را که در تاجیکستان جنایت‌های وزنین کردند و یا قبلا از کره اخراج شدند، این کشور به کار قبول نمی‌کند. آنهایی که قبول می‌شوند حق دارند تا 3 سال در کره کار کنند. نکته مهم این است که کارگر از تاجیکستان باید بعد ختم قرارداد کاریش حتما کره را ترک کند. در سند آمده است کارگرانی که به کار خود صادق بودند پس از 1 ماه ترک کره می توانند برگردند و این بار آسانتر و زود به کار قبول می شوند. و اگر کارگر برعکس به فعالیت غیر قانونی مشغول شود یا حجت‌های قلبکی پیشنهاد کند از کره اخراج می شود. سند همکاری میان وزارت‌های مهنت تاجیکستان و کره به مهلت 2 سال امضا شده است و بعد آن شاید تمدید شود. تشکر مولا رجب. یادآور می‌شویم که مقامات تاجیکستان سال‌هاست تلاش دارند راه مهاجران تاجیک به جز روسیه به دیگر کشورها هم باز شود. اکثر مهاجران تاجیک به روسیه و یک قسم دیگر برای کار به قزاقستان می‌روند.